اصلا من چرا پلتفرم یوتیوب رو برای تولید محتوا انتخاب کردم و چرا اومدم توش و میخوام تولید محتوا کنم و میخوام بینندگان جذابی مثل شما جذب کنم. سلام، من علی اصغر هستم و خوش اومدید به چنل خودتون، چنل علی ایکس تی. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. موضوع از این قراره که چرا اصلا من اومدم توی پلتفرم یوتیوب تولید محتوا کنم، چرا پلتفرم های دیگه مثل تویچ و یا اینستاگرام، آپارات، البته آپاراتی که بچه بازی خودم، من الان یکم بچم داشت. من تازگی با یوتیوب آشنا شدم، رفتم به قوانیناشو میدونم الان و یه چند تا شورت ویدیو هم ساختم و این اولین ویدیوی بلند من هستش. یکی از اولین ویدیوهایی که من دیدم توی عمرم ویدیوی مستر بیست بود. اولین ویدیوشو دیدم چون محبوب بود، رفتم ببینم چه چیزایی داره و واقعا اونم مثل من 14 سالگی شروع کرد. اونم مثل من هیچ بازدیدی نداشت، انقدر تحمل کرد با این پلتفرم و محتوا ساخت که الان بزرگترین و محبوب ترین یوتیوبر توی کل دنیا، یوتیوب فارسی، یوتیوب انگلیسی، به هر پلتفرمی که بگید اون محبوب هستش. و یوتیوبرهای دیگه هم دیدم مثل سویل سولبال، بگم برات نیما تکیتو، میلاد فرست، بنیامین بی، اینا رو واقعا دیدم و محتوای اولین ویدیوشون رو دیدم که چجوره. واقعا نمیگم اونقدر افتضاح، ولی واسه محتواشون تلاش کردن، اونجورا نبوده ولی به پای الانشون نمیرسه و الان بهترین محتوا رو تو عمرشون میسازن و بهترین محتوا واسه اوناست. منم همین جوری هم دیگه، نه بک‌گراند میزانی نه چیز خوبی دارم، فقط دارم از صفر شروع میکنم که شاید منم به جای رسیدم مثل اونا. الان شاید اگه بگیره شاید مثل اونا شدم و واقعا خوشحال میشم اگه مثل اونا مثلا حمایت بشم. اگرم به 1000 تا برسه سابسکرایبران تلاشمو بیشتر میکنم، بک‌گراند رو بهتر میکنم. الانم همین کارو میکنم به خاطر اینکه ویوها بره بالا، هم به خاطر جذب مخاطب، هم اینکه شما از محتوا لذت ببرید. همین به خاطر همین اومدم یوتیوب شنیدم. آره، از این به این خاطرم اومدم توی یوتیوب و دارم فعالیت میکنم. امیدوارم که خوشتون بیاد و ویدیوهای منو دنبال کنید، چنل خودم رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید. اگه تا آخر ویدیو اومدین، تا اینجای ویدیو رو دیدید، خوشحال میشم که سابسکرایب کنید، لایک ویدیو رو بزنید، حتما نظرتون راجع به این ویدیو هم بذارید. میدونم خیلی ولی دیگه چه کنیم، همین ما رشد میکنیم، بالاخره یه روزی بهترین اتاقو میسازیم، بهترین چیدمان، بهترین المان، بهترین نور. تازه داریم از صفر شروع میکنیم. ممنون که همراهم